روز 4 سپتامبر محکمه پرونده رهبران پیشین شرکت تلیا در دادگاه شهر استکهلم شویتزاریا شروع شد. آنها برای دادن تقریبا 350 میلیون دلار پوره به گلنورا کریمووا دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف متهمند. این محکمه را ضمیر ایشان و از بخش ازبکی رادیو آزادی مستقیما در شویتزاریا پیگیری دارد. قبل از شروع برنامه من از او درباره هویت متهمان و عیبی که نسبت آنها اعلان شده است پرسیدم. bo'lgan shuning asosiy ayblanuvchi bu yerda hozir Tero Kivisar, ya'ni paytda Lars Newberg mana shu telekom kompaniyasining bosh ijroiya direktori sifatida حاضر در کرسی متهم ها سابق مدیر اجرایی تلیا لارس نیوبرگ و تیرو کیویاساری نشستند که در سالهای 2003-2007 مدیر مالی و نایب پرزیدنت این شرکت بودند و همچنان متهم سیوم اولی توییما است که همکاری ها در سمت اوراسیا را رهبری میکرد. اتهام اول این است که آنها از امضای سازش با شرکت تکیلند جلوگیری نکردند. ثانیاً آنها تفتیش نکردند که تکیلند چی شرکت است، کی در پس آن ایستاده است. و عیبنامه سوم این است که هر سه رهبر دیده و دانسته به گلنورا کریمووا پوره دادند. sudlanuvchiga Gunnar Stettler bevosita oldindan bilgan holda jinoyatga qo'l urganlik va Gulnora Karimovaga o'zbek bozoriga kirish uchun pora berilganlik aybini qo'ymoqda. 30% سهمیه‌های تلیا به دولت شویتزاریا مربوط است و جای می‌دانیم رسانه‌های شویتزاریا این قضیه را به طور جدی پیگیری دارند. آیا توجه واقعا هم به این مرافع بزرگ است؟ سوال بعدی من از زمیره بود. Bugun sudda Gunnar Stettler aytmoqchi diktatura rejimiga dunyoda o'sha inson huquqlari borasida دادستان کل شویتزاریا گونار استتلر اثنای محاکمه گفت که همکاری تلیا با یک رژیم سرسخت دنیا و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی آنها جامعه شویتزاریا را به لرزه آورده است. در محاکمه امروزه تخمینا همه رسانه‌های مهم این کشور حضور داشتند. آنها تصمیم دارند که تا آخر این قضیه را پیگیری کنند. روز یکشنبه در شویتزاریا انتخابات برپا می شود و این مرافعه می تواند نشان دهنده مناسبت حکومت با فساد باشد و شاید به نتیجه آن نیز تاثیر گذارد. Shanba kuni Shvetsiyada saylovlar bo'lib o'tadi. Mana shu saylovlar oldidan ham hukumatning korrupsiyaga munosabatini ko'rsatuvchi qandaydir bir lakmus qog'oz bo'lishi kutilayotgani aytilmoqda. بسیاری از این دلیل و شهادت ها حرفی نوی ندارند. این اتهام خیلی بر وقت مطرح شده است. سپس از زمیره پرسیدم که آیا یگان حرفی نوی در مرافعه کنونی صدا داد؟ Bugun Gunnar Stettler Rustam Madumarovning Gulnora Karimovaning qonuniy eri bo'lganligini امروز دادستان کل شویتزاریا گونار استتلر اسنادی را پیشکش کرد که در آن آوازخوان معروف ازبکستان رستم مادوماروف همچون شوهر گلنورا کریمووا معرفی می شود. در مرافعه روز سه‌شنبه شهادت طلاق شهروندان گلنورا کریمووا و رستم مادوماروف نمایش داده شد. یعنی یک زمان این دو نفر نه تنها همکار بلکه عائله قانونی بودند. مسئله دیگر قوطی‌های گلنورا کریمووا در بانک‌های شویتزاریا است که دادستان کل عکس جواهرات این خانم را از آن قوطی‌ها نشان داد. من متخصص نیستم ولی احتمال این جواهرات و یا قسمی از آن جواهرات نگاره‌های قدیمی باشد که گلنورا کریمووا از موزه‌های ازبکستان گرفته است. Men bu qimmatbaho taqinchoqlar bo'yicha mutaxassis emasman. این بود ضمیر ایشان و از بخش ازبکی رادیو آزادی که درباره مرافعه گلنورا کریمووا در شویتزاریا اطلاع داد. باز یک تفصیلاتی که در این محکمه آشکار شده است این است که بر پایه وصیت‌نامه رهبران تکیلند یعنی شرکتی که از سوی گایانه افکیان و رستم مادوماروف امضا شده است در حال مرگ این دو نفر تمام مالکیت به نام آنها ثبت شده میبایست به گلنورا کریمووا گذرد و طبق وصیت‌نامه دیگری در صورت مرگ گلنورا کریمووا مالکیت او در شکل کامل باید به نام پسرش اسلام کریموف یعنی نبیره اسلام کریموف واگذار میشد.